تا همین چند دهه پیش هند را با فقر، جمعیت بالا و نابرابری می‌شناختند، اما امروز این کشور به غول نرم افزاری آسیا تبدیل شده. صادراتش صدها میلیارد دلار را پشت سر گذاشته و بیش از 100 شرکت یونیکورن، یعنی شرکت‌های دانش بنیان یا استارتاپی میلیارد دلاری دارد. از دهه 90 هند به تربیت و آموزش بروز جوانان همت گماشت. اکنون فقط 5 میلیون نفر در صنعت فناوری اطلاعات یا آیتی مشغول هستند. به همین دلیل سومین قطب نوآفرینی یا استارتاپی جهان به حساب می آید. تی-هاب پشتیبانی فنی، راهنمایی و حمایت مالی از نوآوران را فراهم می‌کند. در واقع این زیست بوم نوآوری افراد را به ارائه ایده‌های جدید و خلاقانه تشویق می‌کند. اصلاحات اقتصادی، اعتماد به بخش غیر دولتی، سرمایه‌گذاری در آموزش، صادرات دانش و نگاه جهانی به جای نگاه درونگرا رازهای پیشرفت هند هستند. صنایع دستی خانم‌ها را به قیمت خرده فروشی می‌خریم و به مشتریان می‌فروشیم. با این فناوری‌های نوین برای زنان تولید کننده بازار می‌سازیم. در هند ایالت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند تا سرمایه جذب کنند. فدرالیسم رقابتی موتور محرک توسعه در این کشور شده است. به نوعی میتوان گفت هر ایالت یک راهبرد توسعه دارد. رشد صنعت در جنوب، کشاورزی مدرن در شرق و گردشگری پزشکی در غرب هند. با اینکه هند چهارمین اقتصاد جهان به شمار میآید، اما هنوز دولت به 800 میلیون نفر از جمعیت این کشور ماهانه مواد غذایی رایگان میدهد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.